دوستان سلام، به سومین و آخرین قسمت از ویدیو 3 قسمتی ما در رابطه با تاریخ پرماجرای حمل و نقل لندن خوش اومدید. تا اینجا با هم از قایق‌های باریک روی رود تمز و کالسکه‌های اشرافی قرن 17 گفتیم. وارد دنیای اومینیباس‌های مردمی شدیم و بعدش رفتیم زیر زمین، جایی که اولین مترو جهان با دود و بخار متولد شد. اگه خاطرتون باشه تو قسمت دوم جنگ بین تراموا، مترو و اتوبوس رو دیدیم و در نهایت مترو به پناهگاه مردم در شب‌های تاریک جنگ جهانی دوم تبدیل شد. حالا وقتشه ببینیم بعد از خاکستر جنگ لندن چطور دوباره بلند شد و به یکی از پیشرفته ترین سیستم‌های حمل و نقل دنیا رسید. پس با ما همراه باشید. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، لندن با خیابون‌های تخریب شده، ترامواهای زیر آوار مونده، ایستگاه‌های مترو ترک برداشته شده و اتوبوس‌های فرسوده و کم تعداد، شهری نیمه ویران بود. سیستم حمل و نقل عمومی مثل خیلی از بخش‌های دیگه شهر نیاز به نوسازی فوری داشت. تو سال 1948 دولت بریتانیا یه تصمیم مهم گرفت. همه شرکت‌های خصوصی که تا اون زمان به صورت پراکنده اداره می‌شدن کنار گذاشته شدن و حمل و نقل شهری لندن تحت مدیریت یه نهاد مرکزی قرار گرفت. برای اولین بار شهر داشت به صورت یکپارچه و سراسری سیستم حمل و نقلش رو مدیریت می‌کرد. اما بازسازی کافی نبود. مردم لندن به یک نماد تازه، قابل اعتماد و مدرن نیاز داشتند. پاسخش تو سال 1956 با تولد یک شاهکار صنعتی داده شد: رودمستر. اتوبوسی سبک با بدنه آلومینیومی، طراحی هوشمند و سکوی باز در عقب که به مسافرها اجازه میداد حتی در حال حرکت هم سوار و پیاده بشن. راننده جلو می نشست و بلیطچی در عقب که کار سوار پیاده کردن و مسافرها را انجام میداد. این ترکیب باعث می شد توقف‌ها کوتاه باشند و ترافیک کمتر بشه. طراحی رودمستر با الهام از اتوبوس‌های جنگی ارتش انجام شده بود. مقاوم، سبک و کارآمد. تا اواسط دهه 70 بیش از 2700 رودمستر تو خیابون‌های لندن فعال بودند. تو زمستون‌های بارونی و تابستون‌های شلوغ، این اتوبوس‌های قرمز دو طبقه بخشی از زندگی روزمره مردم شهر شده بودند و به یکی از نمادهای بصری لندن تبدیل شدند. تو کتاب‌ها، فیلم‌ها، کارت پستال‌ها و خاطره‌ها رودمستر همیشه حضور داشت. حتی بعد از معرفی مدل‌های مدرن‌تر، مردم هنوز عاشق رودمستر بودند. تا سال 2005 تعدادی از اونها همچنان فعال بودند و تو المپیک 2012 لندن نسخه مدرن با فناوری هیبرید و تهویه مطبوع دوباره به خیابون‌ها برگشت، با همون طراحی کلاسیک اما با قلبی نو. اما در کنار اتوبوس، مترو هم مسیر متفاوتی رو طی کرد. تو دهه 40 و 50 طرحی با عنوان برنامه توسعه مترو شروع شد. هدف تبدیل مترو از یک شبکه محدود درون شهری به یک سیستم منطقه‌ای و گسترده بود. سیستمی که حومه و مناطق بیرونی رو به مرکز لندن متصل کنه. نتیجهش گسترش خطوطی مثل سنترال، پیکادلی و نوردن لاین تا دورترین نقاط شهر بود. حالا هزاران نفر از طبقه کارگر میتونستن صبحها از حومه سوار قطار شن و به راحتی به محل کارشون تو مرکز شهر برسن.
از دهه 50 تا 70 مترو وارد دوره‌ای از جهش فنی شد. واگن‌های جدید با سیستم تهویه بهتر، صندلی‌های مقاوم و سیستم کنترل مرکزی معرفی شدند. اما نقطه عطف اصلی تو این دوران افتتاح ویکتوریا لاین بود. تو سال 1968 خط ویکتوریا به عنوان اولین خط تمام اتوماتیک تو بریتانیا راه اندازی شد. قطارهایی که با سیستم‌های کامپیوتری حرکت می‌کردند. ملکه الیزابت دوم تو مراسم افتتاح این خط حضور داشت و شخصاً دکمه راه اندازی اولین قطار رو فشار داد. این خط با دقت، سرعت بالا و طراحی مدرن به الگویی برای توسعه خطوط بعدی تبدیل شد. نه فقط تو بریتانیا بلکه تو کل اروپا. تو دهه 80 با ورود رایانه‌ها کنترل ترافیک مترو هوشمند شد و تابلوهای دیجیتال جای بردهای دستی رو گرفت. دهه 90 هم به نوسازی ایستگاه‌ها، بهبود دسترسی برای کم‌توانان جسمی و ارتقاء امکانات اختصاص یافت. با ورود قرن 21 دیگه زمان صف بلیط و پول خورد گذشته بود. تو سال 2003 لندن سیستم اویستر کارت رو معرفی کرد. کارت کوچیکی که انقلابی در تجربه سفر ایجاد کرد. یه تاچ ساده جایگزین پرداخت نقدی شد. این کار فقط سریعتر نبود، بلکه باعث کاهش هزینه‌های اجرایی، دقت در آمار سفر و تحلیل هوشمند ترافیک شهری شد. امروز با موبایل یا کارت بانکی با یه تاچ ساده میتونید سوار مترو یا اتوبوس بشید. حالا سیستم میتونه تشخیص بده شلوغ‌ترین خطوط کدومه و حتی بهتون بگه تو کدوم واگن جا بیشتره. اگه فکر میکنید مترو لندن فقط همون خطوط قدیمی قرمز و آبیه، وقتشه با الیزابت لاین آشنا بشید. این پروژه غولاسا که ساختش از 2009 شروع شد و در 2022 افتتاح شد، یکی از بزرگترین پروژه‌های زیرساختی اروپا بود. 19 میلیارد پوند هزینه، بیش از 42 کیلومتر تونل جدید، 10 ایستگاه مدرن و سرعتی چشمگیر. این خط از شرقی ترین نقاط لندن تا فرودگاه هیترو در غرب امتداد داره و ظرفیت روزانه‌اش به بیش از 500,000 نفر میرسه. واگن‌های جدید سیستم تهویه هوای خودکار دارند و برای اولین بار سکوت در حرکت قطارها به یک ویژگی مهم تبدیل شده. تو دهه‌های اخیر بحران اقلیمی و آلودگی هوا جهت حرکت شهر رو تغییر داد. لندن با ایجاد مناطق ULEZ یا همون Ultra Low Emission Zone که شبیه مناطق طرح ترافیک خودمونه، ورود خودروهای آلاینده را به محدوده مرکزی محدود کرد. در کنارش ناوگان اتوبوس برقی و هیبریدی افزایش پیدا کرد، تا جایی که امروز بیش از 4000 اتوبوس پارک تو خیابان‌های لندن فعالند. آیا میتونید شهری بدون راننده تصور کنید؟ لندن داره آزمایش اتوبوس‌های خودران رو آغاز می‌کنه. با GPS، هوش مصنوعی و سنسورهایی که بدون نیاز به انسان مسیر رو تشخیص میدن. هدف ایمنی بیشتر، مصرف انرژی کمتر و ترافیک کمتر. همچنین تکنولوژی‌هایی مثل واقعیت افزوده و اپلیکیشن‌های هوشمند در حال تبدیل تجربه حمل و نقل به یه سفر شخصی سازی شده هستند. حمل و نقل لندن فقط یه سیستم رفت آمد نیست. این یه روایت زنده از تاریخ مردمیه که همیشه در حال حرکت بودن. از قایق‌های چوبی روی رود تمز تا اتوبوس‌های قرمز نمادین،
از دود قطارهای بخار تا تونل‌های بی صدا. ما 3 قرن نوآوری، بحران و بازسازی رو با هم مرور کردیم. اگر از این سری مستندات لذت میبرید برامون کامنت بذارید که دوست دارید ویدیوی بعدی در رابطه با چه موضوعی باشه. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید چون ویدیوهای بعدی در راه هست.